با عرض ادب و احترام با اخبار بین المللی چمریقو تیوی در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything, sir. در پی افزایش متقاضیان مذاکره با آمریکا، سهمیه بازسن‌بوسی دونالد ترامپ تا اطلاع ثانوی به پایان رسیده است. یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت ما فقط یک ترامپ داریم و 2 باسن دارد، پس صبور باشید. وی همچنان افزود آمریکا در حال ایجاد شرایط خستی برای دلباختگان باسن‌بوسی ترامپ می باشد. 1 مارچ الان، 2 مارچ بعد از توافق. در اولین جلسه مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا چه گذشت؟ در ملاقات اول که در اتاقهای جداگانه انجام شد، طرف آمریکایی گفت کشوری که غنیسازی داره کنسله، سانتریفیوژ داره کنسله، آب سنگینم داره کنسله، اصلا هسته‌ای که داره کنسله. طرف ایرانی نیز در پاسخ گفت قیافت کنسله، توریت کنسله، سی سرت گردی میزار کن مرغ پاخرش نشگرده، قیافت دیگه سی مین تم گردی حسابو که سیاه ندیه پاک افتو ترزندشه، بعد قیافه بعد از های و همچنین تلاش های عمان برای ادامه این توافق ادامه دارد. تا اخباری دیگر، بدرود.